چنانچه همه شما شاهد هستید کارهای بزرگ نیاز به بعض قربانی ها دارند. اون است ابرمرد خطر در موج خون است. خدایا شاهد این ماجرا باش که خورشید عدالت بازیگون است. 29مین سال از خروج عاشقانه قافله سالار جوانمردی و ایثار و شهادت می‌گذرد. 29 سال است که کوههای بابا عزادار مرد است از جنس نور که نفس مسیحاییش سردستان تاریخ کتمان شده ما را گرم می‌کرد، تعصبات کور را در نطفه خاموش و همواره مردم را به وحدت و همدلی رهنمون می‌ساخت. عبد تو نوازشگر گوش تاریخ و احیاگر جغرافیای عشق است و پژواک حماسه پیامت پرنهای گوش قرن و تاریخ و انعکاس آن ایثار شهامت به دیوار عصر می‌خورد. قرآن بود روشنگر راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن، چو خورشید فروزان است قرآن. سپاسگزاری می شود از قاری محترم آقای مظفری که با صوت ملکوتی محفل ما را مزین نمود. همکنون از همکاران بخش دیجی صمیمانه تقاضامندیم که سرود ملی کشور ما را پخش نماید. همه با هم به احترام سرود ملی بیعت حماسی را لبیک گفته و با سر دادن نوای وحدت و همدیگر پذیری به پا می‌ایستیم. در حفظ توست وحدت ملی پیام تو، این نکته دلکش است که دارم هوای تو. سپاس بیکران از همکاران بخش دیجی که با پخش نمودن سرود ملی هیبت و صلابت یک ملت و حماسه وحدت را به مظهر نمایش گذاشتند. سرود ملی حدیث رزم و هیبت مدنیت ماست که در هر قلبی نفوذ می کند. سرود ملی شورش عشق و سودای وطن است. And right now, I want to start by the glory of Almighty Allah, by the name of that lover that His loveliness does not have jealousy one together. Martyr Abdul Alim Mazari was one of the influential political figures of Afghanistan and the founder of Islamic Unity Party of Afghanistan. Abdul Alim Mazari, the son of Haji Khodadad, was born in 1326 site in the Victory area of Charkhin, Balkh province of Afghanistan. His childhood was spent during the reign of Muhammad Zahir and the presidency of Muhammad Dawood. Martyr Mazari completed her primary
education to Sheikh Sultan School in 1350. He lived for the Islamic Republic of Iran after settling home seminary. He started all his studies with love, passion, and completed it in 5 years. And then, with the cooperation of a group of students, they established Javadia Library in Bath. In 1359, Master Mazari received permission from Imam Khomeini. May Allah have mercy on him to receive and spread Islamic funds in Balkh province. And right now, I wish you all the best. Have a great time. Wish you all the best. Thanks for all of you. درود میفرستم بر ارواح بلند شهدای اسلام، شهدای راه عدالت و آزادی، شهدای افغانستان و ابوالفتوح رهبر شهید. و از حضور آگاهانه شما در 29مین سالیاد رهبر دردآشنای ملت ما، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری سپاسگزاریم. Thank you.